سلام. امروز اومدم در مورد اینکه چرا موقعی که ما از تیغ استفاده میکنیم یه سری دندون‌های ریز روی پوستمون ایجاد میشه که در اصطلاح علمی ما بهش میگیم پوست مرغی. خب خیلی آزاردهنده هستش. توی این ویدیو میخوام در مورد این مشکل با شما صحبت کنم. اول در مورد اینکه چرا اصلا به وجود میان صحبت میکنیم و در آخر ویدیو راه حل هایی که بسیار عالی جواب میده بهتون پیشنهاد خواهم داد. پس لطفاً اون زنگوله رو روشن کن، ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب هم یادت نره. خب ما موقعی که میایم از تیغ ژیلت استفاده میکنیم میبینیم که بلافاصله بعدش یه سری دونه های سفت روی پوست ما ظاهر میشن، ناخوشایند هستن و دوست داریم هرچی سریعتر به اون سطح صاف و براق و صیقلی همیشگی دست پیدا کنیم، ولی معمولا زمان بر هستش تا به اون حالت اولیه برگرده. چه اتفاقی میفته که یه همچین مشکلی برای پوست ما به وجود میاد؟ ما موقعی که میایم از تیغ استفاده میکنیم، پوست چون هوشمند هستش، ما زودتر از موعد میایم یک لایه از اون چربی که حالت محافظ روی پوست ما داره رو به صورت خیلی ناخودآگاه از روی پوستمون برمیداریم. خب در این حالت ما به سلولهای زیر پوستمون این پیام رو میفرستیم که باید مراقبت انجام بده. موقعی که این دستور میره یعنی اینکه کراتین بیشتر باید تولید بکنه. این کراتین چون زودتر از موعد و بیشتر از مقداری که تو حالت عادی هستش تولید میشه، باعث میشه اینا بیان توی سطح پوست و توی اون قسمت سطحی پوست زیر مو گیر بکنن، اجازه ندن موها رشد بکنن و به صورت دونه های سفت کراتین که حالت پوست مرغی هستش روی پوست ما ظاهر میشه. خب چه کار باید انجام بدیم که این اتفاق نیفته؟ طبیعتاً که بهتر هستش ما از ژیلت و تیغ استفاده نکنیم، ولی خب حالا شرایطی هستش به اجبار حالا مهیا نیست شرایطی دیگه ما میایم از اینا استفاده میکنیم. راه حل ها 3 تا راه حل وجود داره. راه حل پیشنهادی که میتونم بهتون بدم، یک سری اسیدها وجود دارن که محلول در آب هستن، گلایکولیک اسید و لاکتیک اسید، که میان روی سطح پوست و کمک میکنن که کراتین ساختارش نرم بشه و پوست سریعتر به اون مرحله‌ای که باید برسه. یک اسید دیگه وجود داره به اسم سالیسیلیک اسید که محلول در چربی هستش و میره به لایه‌های زیرین‌تر نفوذ میکنه و باز هم باعث نرمی ساختار کراتین میشه. راه حل دوم استفاده از نرم کننده ها و آبرسان ها هستش. موقعی که اینا رو استفاده میکنیم، چون ما باعث شدیم که آب که داخل پوست هستش زودتر از موعد تبخیر بشه، ما میایم با این آبرسان ها، نرم کننده ها، مرطوب کننده ها به پوستمون کمک میکنیم که آبرسانی انجام بشه و دوباره اجازه ندیم کراتین های سفت روی پوست ما ایجاد بشن و حالت پوست مرغی ایجاد بشه. راه حل دیگه استفاده از اوره هستش که حالا به صورت ترکیبی توی کرم های داروخانه‌ای معمولا میتونید خرید داشته باشید و استفاده بکنید. راه حل آخر و حالا دیگه در نهایت هستش که خب طبیعتاً دیگه این راه حل ها جواب نداده، ما باید به پزشک متخصص پوستمون حتما مراجعه بکنیم. اونجاست که از راه حل های قوی تر برای ما مثل رتینول یا رتینال تجویز میکنن برای پوستمون که اونها دیگه به لایه های بسیار زیرین پوست نفوذ میکنن. اون پیامی که مداوم صادر میشه که کراتین درست بشه بیاد روی پوست استاپ میکنه و طبیعتاً اون حالتی که ایجاد شده از بین میره. خب تا اینجا که اومدی حتما این ویدیو رو بفرست برای دوستات لطفاً و سابسکرایب هم یادت نره. در مورد این که به نظر من حالا به جای اینکه بخوایم از ژیلت یا تیغ استفاده کنیم، از کرم های موبر مختص بدن میتونید استفاده کنید، از لیزرهای خونگی میتونید استفاده کنید، از لیزرهایی که توی مراکز تخصصی مثل کلینیکا هست میتونید استفاده بکنید که خب خیلی راه حل های بهتر و جوابدهی مادام العمرتری داره و طبیعتاً آسیب کمتری به پوستتون میزنه. من میتا خالقی در کنار پوست شما هستم. شما هر سوالی داشتید لطفاً زیر این ویدیو نظراتتون و سوالاتتون رو بگذارید، من حتما پاسخگو خواهم بود. متشکرم.